پیوندی دسولا پیونده طرفش اولیچای طرفش گلوست. آراستماه طلبکова که از جوانی به کشاورزی شوق داشت حالا زنهای از تبار شوهرش را هم به کار صحرا جلب کرده است. خانم طلبکова ساکن دهه گردگیوی ناحیه باختر برعکس تصوراتی که دهقان باید مرد باشد به کار زمین آستین برزده است. حالا او رئیس خواجگی دهقانی احسان در جماعت آریانی ناحیه باختر است که در خواجگی موفقش می‌دانند. امسال در حدود 3 هکتار زمین باغداری و آبچکاری کرده حاصل خوبی را هم انتظار است. پمیدور تای پرنیگ رصدکا میکنیم خودمون همش مهیا است. سال رصدکا بودری میکنیم پمیدور میکنیم یا پخته چوبق پخته شوا همه چیزش خودمون میرسه. حرکت کنیم کار کنیم. تاج مردای روسیه نمیشه. همین زنهایی که در همین جهان طرف روسیه شوش رفتگان مبلغشون نمیرسه. اگر در توهای پرنیکای همینجا کار کنی، در پیاز کار کنی، در گندم در همه شرایطو مثال سازن که اگر کار کنی. در گذشته در سیمای دهقان مردی قوی را با چهره آفتاب خورده مردم تصور میکرد، اما حالا در وادی وخش زنانی را مثل آراستماه واخوردن ممکن است که با قامت خمیده یک دهقانی موفقند. زندگی دور از شوهران مهاجر و بار وزنین زندگی زنان را به کار صحرا کشانده است. حالا این زنها نه تنها برای یک درزه غوزه‌پایه به کار پخته مشغول میشوند، بلکه راهبری خواجگی دهقانی را هم بر دوش دارند. آراستماه طلبکова سال 2011 خواجگی دهقانی احسان را تأسیس داد. درآمد صافی آراستماه به جز خرج مالیات و پرداخت آب سالانه از این باغ نوبنیاد تا 12,000 سامانی را تشکیل می دهد. میوه و سبزوات بر وقت این خواجگی به بازارهای ناحیه هم برآورده می شود. خانم طلبکова نیت دارد مساحت زمین خواجگی دهقانیش را سالهای آینده بیشتر کند. میآیند ما همش میچینیم تیار. مثال در یشقا میان میگیرن میبرن، مثال ای طرفی مثال کلوبنیک شود یا که این گلاس شود شفتالو مثال بادام همه طرف شود میان میگیرن میبرن همینجا. انا کارگران ما سهمیه مثال داریم میگیرن میتیم در همین جوش آلکوشون میتیم. طبق اطلاع رسمی ریاست کشاورزی ولایت ختلان در این ولایت همه ساله شماره زنان راهبر در خواجگی های دهقانی بیشتر می شود. سال گذشته 11,000 زن رهبر خواجگی دهقانی مثل آراستماه بودند. این رقم در سال 2016 به 12,632 نفر رسیده است.